السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آنی که این قصه را گوش ساخته ای، میخواهم قصه ای را نقل سازم تا که سبب زیاد گشتن مهر و محبت نسبت دوست یعنی برادری مسلمان گردد. روز مرد برادر مؤمنش را پشت خود برداشته کوه را طی میکرد. از او پرسیدند بارت وزنی نیست؟ او گفت این بار نیست، این برادرم است. حسن بصری رضی الله عنه میگوید برادری یعنی دوستی باید مثل چشم و دست باشد. وقتی که آبی دیده میریزد دست او را پاک میکند. مادامی که دست درد کند چشم آب میریزاند. دستگیری دوستی محتاج باید شد برادران. دوست نباید مشکلیش را پیشت نقل سازد، بلکه تو باید از احوالش باخبر باشی. خدایا مؤمنان را دست یکدیگر گردان و نگهبانشان باش. پروردگارا برادری و دوستی را بین ما پهن ساز و مهر و محبت را نسبت یکدیگر زیاد گردان. آمین و رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله